به پیشگاه ملت ایران تقدیم می شود. خانم وزیر، خاطرات و دست نوشته های دکتر فرخرو پارسای، از تولد در تبعید مادر تا مسند وزارت و روزگار زندان و اعدام. پژوهشی یگانه درباره زندگی نخستین زن وزیر ایران، تازه ترین اثر از مجموعه هزار دستان انتشارات مهر ایران، تألیف منصوره پیرنیا، ویراستار داریوش پیرنیا، در کتابی ارزنده، تحقیقی، تاریخی و خواندنی برای نخستین بار منتشر شد. باعث خوشبختی است و به شما تبریک میگم که چنین خاطراتی رو زحمت میکشید و منتشر میکنید و مهم هست، خیلی مهم است که نمونه های زن ایرانی و مرد ایرانی در سطوح مختلف، در گروه های مختلف زندگی نامشون نوشته بشه که یک نمونه باشه برای جوانان امروز ایران و جوانان فردای ایران، به خصوص افرادی که خدمت کردند به سرزمین ما و به خصوص افرادی که با شجاعت و استقامت در برابر سختی ها ایستادگی کردند و حتی متاسفانه مثل دکتر فرخرو پارسا جان خود را از دست دادند. زندگی نامه، خاطرات، متن دفاعیات و وصیت نامه دکتر فرخرو پارسای در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، چگونگی بردار کردن خانم وزیر، اسنادی که پس از 30 سال منتشر می شود. کتاب خانم وزیر در 304 صفحه در قطع وزیری با جلد سخت رنگی و بیش از 200 عکس و سند تحقیقی و تاریخی و قریب به 1000 نام در بخش غنی نامنامه و مأخذ و منابع منتشر شد. بهای هر نسخه کتاب $40. هزینه پستی برای سراسر آمریکا $5، اروپا، ژاپن و استرالیا $12 آمریکایی. جهت تهیه کتاب خانم وزیر، یادداشت‌ها و دست‌نوشته‌های دکتر فرخرو پارسای با انتشارات مهر ایران و یا pirnia.com تماس بگیرید. تلفن 301 279 67 78 301 279 67 78 www.pirnia.com www.pirnia.com